کچی بیت باید بیاد با من بازی کنه. نه منظورم اینه که با من بازی کنه که حالا خیلی با من ویدیو بگیره. با من ویدیو بگیره. این ویدیو رو کچی بعد بیت با من لطفا بگیره. نیا با مهدی بازی کن. یزید حسین هم میخواست اینو نده. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین. اومدیم با یه ویدیو جدید. سلام، خوش اومدین به چنل همراه یوتیوب کیشی با من. مبینا. من توضیح بدم تا مبینا پیدا میکنه. ایدهشو از ویدیو کچی بیتس برداشتم. ما موزیکو پلی میکنیم برای هم دیگه و هر کی که بتونه بار اول 2 ثانیه پلی میشه مثلا. اوکی. خب اگه تو بار اول مثل شریادت نره منظورت. بعد حدس بزنی آرتیست کیه یا اسم اون آهنگ کیه. اوکی. چون لیدیز فرست اول تو پلی کنی. کاش بگی برات هم خیلی سخته تابستونه ولی هوا سرده. مال کی بود؟ مال پوان و دورچیه. 3 امتیاز برای مت عزیز. شنیدم 100,000 بار شنیدم ولی اسمشو نمیتونم بگم. بذار بیشتر 2000 years later. الان میخونه دیگه باید بگی. نمیدونم من. دوست دارم مثل یه قایق توی آب تنها. ایزی پیزی جپه چیزه؟ اونه؟ نداریم من دیفیکالته دافت ولی من بیلی آیلش. 3 امتیاز دیگه برای مت تو ایزی عزیز. What the fuck من هیچ کدوم من نشنیدم. بابا خیلی معلومه اینا. بعدش میگه یه ساین داره تو چیزش تو آهنگاش. میزم ساعت ترجمه میریم فنا اون که نیست. نه بابا اون دریله. نمیدونم بیشتر بذار. خیلی دیگه معلومه. آره چیز وقتی دیگه نتونستی امتیاز بگیری. بچه من یه توضیح بدم. اونم اینه که من اینجا اشتباه گفتم که باختی، در صورتی که توی ادیت الان فهمیدم که نه مبینا درست گفته. یه امتیاز میگیره. حدس اول نمیدونم چیه ذره دیگه. واقعا 4 ثانیه پلی شده. میخونم نشنیدم اینو. حوض نقاشیه. بوم نقاشی. حوض نقاشی ویدیو. نمیدونم یه کیه. ذره دیگه میخوای نه نشنیدم. این تا خود فردای ددان و سیجله. نشنیدم اصلا واقعا نشنیده بودم. هیچ ایده ای ندارم. بابا یزید این خیلی معلومه. نمیتونم بیشتر برات بذارم. نشنیدم تا حالا مگر. شنیدی مطمئنم. شرط میبندم. نمیدونم. گفتم تلاشم ناموفق بوده برای اینکه موفق شه. وای به خدا اینو نگیا. رفت و شد غریبه. آفرین. آرتا مال آرتا. آره درست. زندگی همینه مال آرتا. یه ذره چون سخته میذارم. چیز نه استاپش کن. آیسمه. کدوم آهنگشه؟ درست انگاره. آره. من گاتپوری اصلا گوش نمیدم. به خدا ندیدم. این که گاتپوریه ولی من نمیدونم کدوم آهنگشه. سلام دوباره. دوربین از دست دادیم. آره بچه رم پر شد دیگه. من گفتم چیز کنم دیگه. توی قبلی هیپاپولوژیست بود. حالا تو ادیت ببینید دیگه. نتونست بگه. درست اشتباه گفت. اوکی. چون خیلی دوست داشتم که اسمشو یه بار بگیم گذاشتمش. نمیدونم. الان کمک کردم. بیازار بیشتر گوش بده. استوب کن. نشنیدم. امکان نداره. نشنیدم. کوروش. من که دوست دارم اسمشو بگی میذارم بیشتر گوش بدی و همون 3 امتیاز رو بهت میدم. استوب کن. بذار بخونم. آخه کپی رایت میخوره. نمیدونم کیه. واقعا نمیدونم کیه. توماج ندیدی 2. خب نه نمیدونستم واقعا. این جرزم بود اون آهنگه. 2 صبح تو وان پر گل روز. سکسیه ولی نه اندازه یه روژ صبح. من اصلا نشینده بودم آن صرفا چون وانتونز بود برنز بابا نکرده شده یخیه هو.
گنگسترها از بین رفت. چی؟ 021 جیه. آفرین. اسم آهنگشو میدونی؟ گنگستر هم گاهی گریه میکنن. آفرین. گندگوزه دیگه. من اوکی ام باهاش. با آقا مثلا گندگوزیش مگه مثلا اوکی؟ پسرای رپ فارس گندگوزی نمیکنن؟ خب گندگوزن. سر تا پاتون گندگوزیه. حالا یه دختر اومده واسه شما شاخ و شور من کشیده. اونا هم دوست ندارم. چش ندارید نه، ببینید. من اونا نه هم به خاطر دوست اینکه تو ندارم. فرهنگ ما جا افتاده که پسرا میتونن خیلی خلاف و مثلا دروغ بگن، مثل یه دختر بگه وای اینو دم دم دم. وای یه ذره دیگه بذار 2 امتیاز میگیری. عشق فاک اینو مطمئنم که گوش 100 دادم. شنیدی. نمیتونم بگم. یه امتیاز بعدیش. میدونم الان جدیدن هم اجرا داره. یه تئاتر داره بازی میکنه. سینستاییه میدونم ولی نمیدونم کدوم آهنگشه. خب باشه آرتیستشو بگو. همین؟ آره. از صبح ما رو اسکلی. اسکل دارم بهت میگم اسم آرتیستم بگی قبوله دیگه. من بگم بعد اسم آهنگم بگم. اسکل این بابا. حالا اوکی 3 امتیاز بده به خودت. مرسی. چون در هر صورت به من نمیرسه اینقدر باختی. دوباره پر شد. خب من سخت خیلی آسونه. نه کوروش شنیدم. همه فکر میکنن رپر مورد علاقم کوروشه ولی نمبر 1 یکی دیگه. چیز فهمیدم کیه. 3 امتیاز بهم میدی رزه. آفرین. وقتی کنارمی قدمو میدم من. ده کیه؟ خداست اینا هر موقع گوش بدی خداست. آرمین توی افم که نیست. گلزار نیست. محبوب قلب دگو گوش ندادم. بابا مگه میشه گوش نداده باشی؟ وای فهمیدم کدومه ولی نمیتونم بگم دوباره. من چقدر رعوفم. 0 امتیاز میگیری. اب نداره. ها هیچ کسه. ما این مش سربازیم جون بکف. همینجوری که این ویدیو رو میبینین یه ویدیو دیگه تو چنل مبینا هم هست، اونم برید ببینید. چنل جفتمون رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید تا اینجا، کامنت برام بذارین بهمون انرژی بدین. شنیدم میدونم چیز زد بازی. نه خلاف جهت زد بازی. پایدار. آره ولی پایدار نیست. جیدال. آره جیدال با آره جیدال. ددان. اونا رو از تو در میاری؟ چرا من هیچ کدوم اینا رو زر میزنی. من آهنگ زیاد گوش میدم خدا وکیلی ولی ببین من چقدر باهوشم. این بیشتر شبیه سیاوش قمیش. آبروشو بردم. میخوای بعدتر نرینی؟ نمیدونم. من خواننده مورد علاقم رزه. نمیدونم چیزه. بذار اسم ترک رو بهت بگم دیگه. نه تو رو خدا سیاوش قمیشی بود که. ماشین نبود. نه ماشین نیست. من آزم سکوتم. سیاوش قمیشیه. بعد با هم تا کرد دست روزه داره. بچه شدی؟ هیپاپولوژیست. انضباط من تو مدرسه این شکلی بود. سف 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 سف. کوروش نیست. عرض مال کوروش. کیه؟ رمبا. نه نشنیدم. بابا مگه میشه نشنیده باشی؟ این همه تو کافه میخوندین. میخوندی؟ تگرد بباره بیاد توفان. کوروش که قطعا نیست. بابا من خیلی احساس میکنم قبلا این شکلی نبودم. شاید پیر دارم. منم؟ خیلی حال میده این چند تا بازی. تویی. به من اگه یکی دیگه بذارم برای تو هم باید یکی بذاری و میتونیم الان چند امتیازیم؟ امتیازها رو بشمار. میخوایم سنگینش کنیم. 10 11 12 15 18 19 20 21 تویی 6. چقدر اختلاف امتیازیمونه؟ خیلی زیاد اختلاف امتیازیمونه. خب برای اینکه بازی رو هیجانیش کنیم من 1 جلو باشم چون من خیلی بیشتر گفتم. اوکی، 2-0
اگه من درست حدس بزنم 10 امتیاز داره میشم 11. اگه تو درست بگی میشم 10. بازم آره میشی 10. بازم میبازم. نه دیگه میبری دیگه. نه دیگه. من یکم. آها میشی. آره ولی آهنگش معروفه. بذار دیگه بذار. 3 تا 3 ثانیه یا 4 ثانیه وقت داریم. چون کپی رایت نخوره استوب کم خیلی از اولی بار دیگه گوش نه همون دواش برو. نمیدونم واقعا. بابا شنیدی قطعا. نه هماغوش هماغوشی گوش. ایمانمونو نه تامارا. نشنیدم. یعنی الان من اگه اینو بگم میبرم. آره. یه. خب بذار اصلا. شایست نه یه حدس دیگه داری ها؟ یه بار بگم. اگه شایه نیست حسین احتمالا. نه به خدا اگه گاتپوری باشه ها. رز که نیست قطعا. میدونم رز نیست. اینجوری شما فهمیدین کیه؟ شما کامنت کنین اگه فهمیدین کیه. 3 ثانیه وقت دارین. بعدش باید یه دونه دیگه پلی کنیم چون جفتمون مساوی شدیم. نمیدونم. نمیدونی؟ اودیه هیپابولوژیسته. اینو شنیدی قدیمیه قطعا باید شنیده باشی. آره بابا چیز دیگه یزید. خط کشیدم دورم خودم فلان حسین. یزید حسین هم میخواست اینو ندارم. ببین من گفتم استوریش هم گذاشته تو همیشه برنده ای. نه میاو نداره. الان بهت میگم اشتباه کرده. اشتباه چی کردی؟ باختی اشتباه کردی. نه رو گذاشتی. نه خیر گذاشتی. با فکر کنم تیشرت تو خودکاری میکنم ها. گو خور. یاوه میگویم بعضی وقتا. رکورد چیزتو میگیری؟ تلگرام ویدیو آره ویدیوشو میگیری صدا میمون در میاری. حالت نیست اصلا چجوری دیگه هر جوری که میدونی باید در بیاری. گول نخور در بیاری. فکر کردی آرگاه میشه. من دختر زیرکی هستم. درست ویدیوشو میذارم ته ویدیو. میمون مراقب خودتون بوز در باشید. بیارم. برید چنلشو لایک نگاه کامنت کنید. سابسکرایب نکنین آقا. یادتون شما نره. به بای یکی بای. آدم زورگو و همین الان فرصتیه برای اینکه جلوی ظلم ستم بیستیم. نه به خودتون. صدای میمون که درخواست کرده بودم بچه‌ها بسیار بسیار زیاد برشون اجرا شد. برو بابا. برو گم شو خون. بچه‌ها بریم خونه مهدی اینا ویدیو بگیرین. خیلی خوب ازتون پذیرایی میکنم. تیشرت تو خودکاری میکنم ها. گو خور.